جعفر صمدی هستم. میخوام بهتون یاد بدم که با 2 تا حرکت چطوری بتونیم بارفیکس بریم، یعنی بارفیکس رونده باشیم، تو همه پوزیشن ها، تو همه جهت ها بتونیم بارفیکس بریم. این 2 تا حرکتی که میگم و یادتون باشه، هر کس رو این 2 تا حرکت تمرکز کنه و تمرین کنه باعث میشه که بارفیکسش از اون ور قوی بشه و بتونه بارفیکس رونده باشه. حالا چطوری بارفیکس بریم اینم بهتون میگم. بچه‌ها این اولین حرکتیه که شما رو کمک میکنه که بتونیم بارفیکس برید. ببینید پاها از عرضشون بازتر، وجب میگیرین از نوک کفشتون 1 وجب 2 وجب، بیشتر نه. 2 وجب و دقیقاً انتهای کف دستتون رو میذارید روی زمین، میایید روی پنجه و سرتون مستقیم به سمت پایین، نزدیک زمین میشیم، میاییم بالا. روش دومی که میگم، روش اول که اون 90 درجه بود، روش دومی که میخوام بهتون بگم با کش. ببینید این سایز کش، این آبیه و این سبز به درد بارفیکس میخوره. از این کلوفتر به درد نمیخوره، از این نازکتر هم به درد نمیخوره، چون اصلا کمکی نمیکنه. اوکی توی پا میذاری، اوکی مواظب باشین کشه در نره ها. میدونی چی میگم دیگه؟ آره. دستاتون رو به جلو نگیرید، دستاتون برعکس. برو اما اصلا دستا رو برعکس میگیریم، پا کنار پا صاف، بدن صاف، میریم فک از میله رد میشه، وای میسیم، میایم پایین. سعی کنید پاهاتون اینجوری جلو نره، بدنتون صاف نگه. اوکی بریم، برو بالا، فک رد میشه، میایم پایین. حالا اینی که تمرین کردیم میایم دستا رو جهتش رو عوض میکنیم، یکی جلو یکی پشت. انجام بده. آفرین. برو ریکالا عدی. آفرین. حالا باز دوباره مچا رو عوض میکنیم. برو هم اسخر، میریم بالا، میمونیم، میایم پایین، بالا پایین. بعد چند مدت که این دستا رو عوض کردیم، حالا میریم سراغ جفت دست که اما اسخر داره پشت این دوربین میره. کشه در رفت، کش در رفت. حالا بعد یه مدتی که چپ و راست کردیم، برعکس رفتیم، حالا دستاتون رو استاندارد میگیرید. این استاندارد بارفیکسه. برو بریم صاف، ریکالا، کشیم بالا. اوکی. بعد یک مدت که میزنید ببینید راحت تر میشه. یعنی اگر اما اسخر با کش سبز شروع میکرد برفتن، یواش یواش کش رو تغییر میداد، می آورد رو آبی، از آبی می آورد رو قرمز، از قرمز هم می آورد روی مشکی. اینا سایز داره، سایزشون هی کوچیک‌تر میشه. به محض اینکه سایزا کوچیک شد، یهو میبینید شما بدون کش هم میتونید بارفیکس برین و اون موقع تمام دیگه کلک کم دست و میتونید بارفیکس رونده خوبی باشین. تمرین کنید، تکرار 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 تکرار. با 1 جلسه 2 جلسه 1 ماه اینا نمیشه، هی باید تکرار کنید. یعنی هفته 2 جلسه تمرین بارفیکس رو تو برنامه‌تون بیارید تا بتونید بارفیکس رونده خوبی باشین. بهتون گفتم هر کی بتونه بارفیکس بره، هم سایزش اوکی میشه، هم ریز عضلاتش قوی میشه، هم عضلات پشتش خفن میشه. دوستتون دارم، مواظب خودتون باشید. ان شاءالله یک بارفیکس رونده خوبی باشید. یعنی تخت گاز و تنها برو، چم را شمال 100 بار برو. بارون زده نم روی شیشه از چشام خیر است، به این برف بکنو. تخت گاز و تنها برو، چم را شمال 100 بار برو. بارون زده نم روی شیشه از چشام خیر است، به این برف بکنو. کام میگیرم وودکا تو دست، یه مار برو هست که از فندک در میده. حس کردم روحم و پس میده. بزنید حالشو ببرید، بین خودمون باشه، فوق‌العاده است.